گفتی توپیکی ظهور امام زمان علیه السلام را دیسکس کنی از آقا در نظر شم دزی زمان غیبت کبرا ذمه‌داری از مو خصوصا دزی جایی که مو دزی کشور در استرالیا که مو زندگی مونی ذمه‌داری از مو مؤمنین چی است در زمان غیبت کبرا امام زمان علیه السلام؟ بسیار در این روزا گفتگوی در بله موضوع که ظهور کی شدنی است. آیا مثلا این زمانی که ما دمنش هستیم آیا این زمانی همون زمان ظهور است، مثلا آیسته آیسته نزدیک شده راییم و وقتی که در این باره که گفتگو شونه که واقعا زمان ظهور یا آخر الزمان است و ذمه‌داری هم که است لازما گرنگی مون است، ذمه‌داری هم نسبت به مؤمنین که است معاشره مردم خلاصه در گردن شمایا و باید که است یک بیداری که است من معاشره باید من مؤمنین تا که امو اصل هدف یا مقصد ظهور را بفهمه یا مثلا ذمه‌داریایی که در گردن شسته او فهمیده شونه دیگه. در این زمان البته درباره من روایت هم ده که ظهور را خو کس وقتی اگزیت فول امو وقتی مخصوص شیره کسته کس مشخص نمیتونه من روایت ها که ترم ده، لیکنی که مثلا بعضی بزرگانی که یا از ارتباطی قد عالم مانا قد عالم غیب قد حتی قد خود ائمه معصومین قد امام زمان علیه السلام امکان داره داشته باشن، اونها میتونه مثلا حالات و واقعات و مثلا مو ماحول چرا مو زمان چرا که دنیزی زمان نزدیک است اونها را که زده بیتنه و گفته بیتنه همونطور که از بزرگان از علما از عرفا خلاصه در روزها دمزی زمان که گفتگو شده یا اونها بیان کرده همیت معلوم میشه که خلاصه بوی شمایه یعنی ظهور انشالله نزدیک است و ذمه‌داریایی که البته است تمام مهمترش که است نسبت به ازمو د معاشره د مؤمنین همون ذمه‌داریایش است که در گردن ازمو مایه و چه ذمه‌داریایه مو باید همون ذمه‌داریای خوب بفهمی دیگه. او ظهور هر وقت که شونه چی مثلا امام علیه السلام ظهور کنه انشالله مو باشی چی نباشی در هر صورت مطلب شینیه که ظهور که شد که است مو آمادگی کنی باید برایش آمادگی کنی یعنی باید مو هر لحظه دمزو دمو دزی راه هست باید آمادگی داشته باشیم خلاصه برای امام یا برای مثلا امیر ظهور امام علیه السلام دیگه. ذمه‌داری از ما دو چیز مهمه که دمنه از برای مؤمنین برای امز جامعه از ما که زیاد مهم است او دو چیز را که است ما خدمت شم که است بیان کردیم وی است که مؤمنین باید توجه کنند چرا از این خاطر که ظهوری وقتی که مشه برای هر فرد مؤمن و مؤمنه که است لازم است که یک کم ذره از نظر شعوری از نظر فکری از نظر نظریاتی از نظر خصوصا بصیرت دینی که است آگاهی باید پیدا کنه دیگه. خب اگر در لیولای پایین فکری باشی لازما که است ظهور که است وقتی اگر شونه هم یا نشونه مو که است قدر آمادگی شاید نداشته باشی برایش که صحیح که است دمنی از او داخل شونه و یک از مو استفاده شونه یا مثلا مو کامیاب حساب شونه من ازو دیگه. برای ازو که است بسیار ضروری اولا نکته ای است که من معاشره تمام مؤمنین که است از جهت علمی یعنی علم دین من علم دین که گفتی تعلیمات دینی منش تمام جوانب را که است من از خلاصه شامل است چی تو که است علم ظاهری مثلا نظریاتی علم اعتقادات را میگری که اصول دین گفته میشه اینها چی علم مثلا فقهی را تو فرویدین را میگری که دمنش که است باید از احکام و مسائل شریعه که آگاهی داشته باشه اینا خزمنه ضروریات است در هر دور باید انسان یک از مسلم از مؤمن که است باید خبر باشد معلومات آگاهی داشته باشد. بعد از او که است خب مسائل سیاسی ما یا مسائل مثلا اجتماعی ما یا مسائل خلاصه سیاسی فرهنگی ما یا مختلف مسائل است که از او سلسله که است باید یک آگاهی کلی که است مؤمنین در یک سطح کم ذره خوبتر یا بالتر که است داشته باشد دیگه. این است که مثلا در دور ظهور من روایت ها هم ده که بسیار زیاد مشکلات امکان داره باید و بسیار ایتر نیست که ما در عام حالت که است فکر منی که امام علیه السلام باید و خلاصه که است برای از ما فقط می شیرنی
تقسیم کنه و مثلا که است نقل بدم و رشزه کنه تر راحتی و آسانی باشد. تمام مسائل خود امام حل کنه. تمام مسائل خود امام حل کنه و خالص که است استفاده کرنی والا باشه. این تر نیست. اگر او تر بود که است لازمش نبود که 12 سال پیش که است امام علیه السلام در پرده غیبت بوده یا مثلا دیگه ائمه اطهار که است اینقدر در مظلومیت که است اونها که است شهید شدن. بلکه از تمام من نکات ازی که مثلا ظهور نشانی های ظهور علائم حتمی ظهور این چیزا زیاد بیس میشه. من مؤمنین این بخی یک رواج پیدا کرده که مثلا این نشانی ها این چیزا که پیدا شد که امام علیه السلام ظهور مونه، در حالی که از یک چیز دیگه تمام تقریبا به طور کلی که است در غفلت هستند مردم. چیزی که از تمام زیاد مهم است و ضروری است برای مؤمنین و برای تمام جامعه مؤمنین و است که او نشانی ها یا او علائم او وقوع پذیر شونه نشونه تمام شکست موقف برای ازی است که از تمام کده زیادتر ضروری تر و لازم تر است که در سطح اجتماعی طور پر در سطح جامعه که است مؤمنین خصوصا ای از نظر بصیرتی از نظر آگاهی از نظر ازی که مثلا نسبت در ظهور که است معرفت امام و من معرفت که است خود کلیه دیگه، لیکن من معرفت جزئیات چاگرینال گفتگو کنی خو وقت گرفته میشه. جزئی چیزا را که است کم ذره در لیول بال البته این فهمیده شونه امو نظریه فهمیده شونه که این چی نظریه است امام علیه السلام که است برای چیز در پرده غیبت رفته و آماده از مو چیز میخواه و مو چی باید خود را از نظر امزو فی الحال از نظر فکریش ما میگم از نظر فکری و نظریاتی از نظر که از بعد فکری و نظریاتی که انسان قوی شد از بعد بصیرت میره از نظر بصیرتی و معرفتی که است در چی لیول بوری تا که مثلا امو ماحول آماده شونه که امام علیه السلام که آمد دیگه تمامی مردم که است خلاصه استفاده بیتن از امام علیه السلام و از امزو دور استفاده بیتن دیگه حتی یه که مثلا امام را بشناسه در دوری که آمده مشکلات و آزمایش‌ها که روایت‌های متعدد از باره آمده که بسیار زیاد مشکلات ما آزمایش‌ها ما امتحانات ما دور ظهور که است قدر بسیار ایتر فکر نکنی که مثلا ما امام که است خالص برای از مو شیرنی تقسیم نه و ما دیگه وظیفه نداره کار نداره، بلکه امام از مو یک تقاضاهایی داره یک لوازماتی است که ما باید اونها دزو برسی پیش از امام تایی که وقتی امام علیه السلام که ظهور کرد مشکلات ما یا آزمایش های ما یا مقابلیت ازیر داشته باشه که ما من از مشکلات که است خلاصه کامیاب باشی و خدا نخواسته که است در من از مشکلات که است ما غلبیل نشونیم مو که است من از مشکلات خلاصه مو ایمان مو متزلزل نشونه شما معرفت و فکری آمادگی اشاره کردین نه که فکری از لحاظ فکر و معرفت باید آمادگی داشته باشی. دیگه این آمادگی صرف همیه که مثلا دین خورا ما یاد بگیری نظریات خورا خبر شنی مذهب خورا مثلا اعتقادات خورا بلشی بعد ماستر شنی که اونا را خوب صحیح دقیق بفهمی. یکی دیگه دویم مسئله از بابت حالات حاضره است در دنیا مختلف واقعات وقوع پذیر شده است در میدل ایست ما میگنی که چقدر هر روز مثلا دمینی هر روز یک تبدیلی ما دارو در زو بابت هم که استمو چه رقم آگاهی باید بیری چون شما میگنین که تبلیغاتی منفیم زیاد است پروپاگاندا حق و باطل شناخته نمیشه کنفیوژن زیاده از لحاظ حالات حاضره و حالات که رون ما مشد دنیا مو چه رقم آگاهی باید پیدا کنی آیا در زو رب تره که ظهور امام بله اینا خو همش رب تره اینا مثلا چون ویدیو مختصره این بسیار یک تاپیک بسیار وسیع است اگر دوباره گفتگو کنی جزئیات را، لیکن نمی قدر که شما سوال اول شما بود که آیا مثلا از این آمادگی ظهور می است که مثلا همون مسائل دینی خبر شونی واجبات محرمات خود فرویدین از احکام شریعه الهی خبر شونی بس دویم دیگه که از نظریات دینی عقاید و چیزهایی که در من دین است که ضروری است امینه ها است مراد چی بله این که است یک طولانی مدت که است کار است که در یک دفعگی شدنی نیه متاسفانه خلاصه چیز ما اشاره کنم ما که است از هر جایی که یا در صورت کلاس بوده در صورت منبر بوده یا مثلا نجیم فیلا بوده که ما بین گفتگو کردیم قد مؤمنین قد دوستا خلاصه ما بارها متعدد بار که است برای چیز زور زدم و گفتم متوجه کراو کدوم این است که
متاسفانه منبرای از ما کلاسا یا چیز که است زیاد در اون لیولی که باید گرفته شونه برای مؤمنین و آگاهی که مؤمنین را داده شونه یا مؤمنین مثلا و سنطرف از او سمت بوره که مثلا از نظر علمی کم ذره منیخ وسعت پیدا کنه که مثلا علم را که است برداشت کنه، یعنی تایم بده، یعنی امو سختی هایی که علم انسان را حاصل میشه، یعنی یک چیزی است، یک چیز قیمتی که است، یک چیزی با ارزش و قیمتی که ویلیو داره او خود به خود مفت در دست انسان نمایه. برای ازو که است باید که است انسان قربانی میخواه. برای ازو که است سختی ها شاید ممکنه روی بروی باشه انسان او سختی ها در مختلف طریقه باشه، لازم نیست که تو در میدان چیزا تا شده که است خلاصه جنگ کنی گو کار کنی. سختی ها کوشش ها در مختلف صورت میتونه باشد. در اول صورت اینمیه که تایم برکو برای تایم در حساب دینی تایم برکو که است امو جایی که دینی واقعی دینی که اونها دعوا داره که ما مثلا دینی امو حقیقی را که است برایشون پیشمونی ریسرچ کن توخ کن پیدا کن علما را کلاسا گرفته مشه دیگه مشه پیدا کن و دویم تایم برکن بورین بیشین در منیزو درسا شامل شین در منیزو منبرا که است تایم بدین شامل شینی که گفتم چیزی با ارزش چیزی با قیمت که است مفت دست نمای قربانی میخواه. دویم دیگه در وقتی که شیشتی مسئله مسائل علمی است چون که از این خاطر علم که چون قیمتیه با ارزشه از این خاطر علم که است مفت دست نمایه. برای ازو که است باید تکودو کنی، برای ازو که است تایم بر کنی، برای ازو که است خصوصا وقتی که شیشتی یعنی باید شروع علم که است کم ذره مسئله علم که است کم خلاصه آسان نیست، شروع فهمیدنش کم ذره مشکله. دیگه ای که علم که است باید تایم بده. دویم دیگه وقتی که در زیر چیز خلاصه زیر منبر علم زیر کلاس علم کشیشت باید که است شروع که است فهمش کم ذره چون انسان مانوس نیست، فکر انسان عقل انسان کم ذره نو معلوم میشه جدید معلوم میشه باید تایم بده کم ذره خلاصه اینجا که است برای خو ریاضت بکشه وقت بده شروع شاید فهمش کم مشکل باشد لیکن آهسته آهسته ذهن انسان خدای تر جور کرده آهسته آهسته یک چند دقیقه کچزو ماندی ذهن تو که مانوس میشه خوی پیدا نکرده از خط از بعد کسو برای ام فهم میشه از بعد فهمش برای پیدا میشه ام طاقت فهمش ام صلاحیت پیدا میشه از بعد تو مفهمی خو خلاصه یک چیزی با ارزش است و قیمت است تو که باید قربانی بدی برایش. اگر میخوای که اونایی که واقعا برای ظهور امام زمان علیه السلام که است منتظر شست ایتر که مطلب در این حالاتی که ما میتر که خود بله حالات اشته و رایی است ایتر که است اگر میتر بیلی خلاصه ما آمادگی نداره برایش این که است فول واضح یک مسئله گبی چیز است و دمزی رسمی طریقه هایی که علی درو چلیده ری منبر تمام چیز اینا که است بس نیست اینا کفایت نمونه و این دو لیول نیست که مثلا کامیابی پیدا کنه در مسئله ظهور واقعا در یک صورت کامیابی قدم کامیابی منه ظهور داخل شون بیلی لیکن برای زو که است خلاصه اول نه درجه شنیه که شعور سطح شعوری از مو بال بوره سطح علم از مو آگاهی از مو نسبت به مسائل دینی بال بوره و بعد از اینکه اینها شد ان شاء الله باز روز دیگه ویدیو اگر ان شاء الله بیان مونی که از او بعد که است انسان را چی راههای عملی است که اونها را انسان باید توجه کنه احتیاط کنه تا اینکه مو بصیرت دینی که است باید بصیرت دینی که انسان وقتی آزمایش ها مشکلات مایا دیگه اونجا متزلزل نشونه اونجا که سر راه راست چا تشخیص داده بهتنه اونجا نشونه. بسیار در طول تاریخ تا آدما بوده که بسیار نامدار آدما بوده بسیار عالم بوده دیگه بوده یا مثلا بسیار معلومات داشته لیکن باز هم وقتی که مثلا در گو آزمایش و گرفتاری ها روی بروی میشه میگردید اونجا که است خلاصه نمفهمه یا غلط تعبیر مونه یا غلط مفهمه مسائل را که است مو بصیرت دینی حقیقی که است برایش حاصل نشده فرقان حاصل نشده از این خاطر حق و باطل تشخیص داده نمیتونه ممکنه که است لغزش پیدا کنه سن طرف راه باطل را اختیار کنه.